سلام سلام کمیسک الختام. به نام آن که جان آفرید. آیا می‌دانی خداوند چی کسی را دوست نمی دارد؟ اگر این را بخواهی آیت زیرین را گوش بده. الله تعالی می گوید: به تکبر از مردم روی مگردان و خودپسندانه بر زمین راه مرو. هر آینه خدا هیچ متکبری فخر فروش را دوست ندارد. سوره لقمان آیت 18. بله برادر و خواهر عزیزم، برای چی متکبر هستی؟ برای چی کبر میکنی؟ حال آنکه یک بار فکر کن از چی چیز آفریده شدی و به کجا خواهی رفت؟ به زیر زمین خواهی رفت. پس تکبر برای چیست؟ پس برای چی خود را از دیگران بالا می‌داری؟ کبر میکنی برای چی؟ آیا همه انسان ها از یک چیز نآفریده شدند؟ بله، همه ما از یک چیز آفریده شده ایم. پس تکبر برای چیست؟ و همه ما به یک جا می رویم، به زیر زمین. پس تکبر برای چیست؟ پس ای برادر و خواهری که کبر داری، تکبر میکنی، یک بار فکر بکن از چی چیز ما پیدا شدیم؟ به کجا ما خواهیم رفت؟ یک بار فکر بکن. آیا این دنیا کرایه میکند که ما تکبر کنیم، فخر کنیم، خود را از کسی بالا شماریم؟ آیا همه ما انسان ها از یک چیز آفریده نشده ایم و به زیر زمین نخواهیم رفت؟ بله، ما همه از یک چیز آفریده شده ایم و به زیر زمین خواهیم رفت. پس تکبر برای چیست؟ پس برای چی تکبر میکنیم؟ و بدان که خداوند متکبران را دوست نمی دارد، چنانه که خودش در این آیت به ما گفت. پس دعا میکنیم که از جمله متکبران نباشیم، چون خداوند متکبران را دوست نمی دارد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.